سلام دوستان، مهدی فیزیکسر هستم. حالتون چطوره؟ سلام و درود وقت بخیر دافشو جان. چطوره وقتی اولتون چطوره؟ سلام 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 سلام. یلا بلا گیرین گلد بابا این چه آقا وضعیتیه؟ برو بریم سراغ این چه وضعیتی ویدیو. درست کردید آخه؟ آقا برو بریم سراغ درایو بیاند هورایزن. یه داد به شما این کجا؟ نه گوزه. خیلی خوش اومدید خیلی خوش اومدید آقا بشین کجای بریم. داستان بودیم؟ بشین بریم. کجای داستان بودیم؟ کجا بودی؟ سناریو بود دیگه. سناریو استوری مودش بود. قراره که 50 کیلومتر ما راه بریم تا بتونیم آره. بله. آقا حالا لیمیتلس رو با هم رفتیم. بچه ها گفتن که استوری مود هم با هم بریم. اومدیم استوری مود رو با هم شروع کردیم. یه 10 کیلومتر رفتیم. این چیه؟ این ماموریتی که نه، بهمون نه. داده شده میگه که تا کیلومتر 50 برو. فقط بگازون مهدی، بگازون آره. برو. قراره بگم. آره سعی کن برو زودتر برسیم آره. کیلومتر 50 ببینیم که چه اتفاقی میگه. به کیلومتر 50 برس و شب و در کیلومتر بعد 50 سر ببر. بریم ببینیم یعنی که بعد چی 50 بشه؟ کیلومتر چه قراره چه اتفاقی قراره بیفته آره. برام؟ یعنی قراره چه اتفاقی بیفته؟ همون داستانی که میدونید دیگه در مورد آدم فضایی و اینا. فکر آره. کنم. ماشینم که الیه الی داره راه میره. گوزی بغلا آبجکتا چی گوزی! نوشته؟ گوزی یه 50 کیلومتر یه دنم که گفته که بعد این شب گوزه. لانچر چیز شده درسته؟ راکت سربالایی لانچر؟ بود اینطوری راکت داشتیم. داریم دیگه 3 تا برداشتیم. آره اون تیک خورده. یه بازی اومده نمیدونم چی اسمش، خب رو دست بیمنجیه، کیفیتش در حد دست تو کرزاه خب از نظر فیزیک رانندگی و له تصادف؟ شدن ماشین. میدونم چیه؟ ریکفست 2. تصادف. جدی میگی؟ آره همونی که گرافیکش شبیه است تو کرزاه. آره آره داشتید بچه اگه کامنت اگه بذارید کامنت بذارید ما کامنت اونم جمع براتون کنید که میریم. این بازی رو بریم براتون میگم ماشینا ریکوست. ایرانی هم داره. نمیدونم بابا رونده بودن یادمه. یه چی بود یه چی نبود. گوزه گوزه گوزه. زیر گنبد چبود یه گوزه نشسته بود که دلش شکسته بود. آی گوزه. گوزی تعریف کن. خاصی ندارم بخوام تعریف بعد کیلومتر 15 ماشین رو میدم به فری جونم. نگه دار من خودم الان سوار میشم میام. نه بده من دیگه. هر کی حالا. نه من حالا هر کی آقا هر کی. سنگ واسه کاغذ ببینم من. لایت باشه. روشن. سنگ کاغذ، کاغذ قیچی، چی سنگ. بردی؟ کاغذ آوردم. من قیچی نه آوردم. یه هوی با هم میگیم. ببین سنگ، سنگ کاغذ، کاغذ قیچی قیچی. که میگم بعد قیچی انتخابتو میگی. بله سنگ کاغذ قیچی قیچی. شما یه سنگ. سنگ کاغذ قیچی بکنید من اینجا رو گوزی ببینم بیام. دیر نگو. بیا وا وای نسید وای. بریم. وایسا وای نکن 2 نفریه این. بابا گوزی میشینه پشت دیگه. گوزی جا. هیچی نی. نه درد نمیخوره؟ ماشین زیاد جالبی به نظر جالبی. نمیرسی. نبود. بیا گوزیه. گوزی بیا بریم ولش کن. بذار ببینم خوراکی مراکی نیست. گوزی ماشین نبود گوزیه. بیاد بریم باشه بیاد. برو فری بشین راننده. حالا گوزی یا فری. البته من، بعد من، کیلومتر من. 15. من بیا برو. بیا برو تو بشین اصلا. سنگ کاغذ قیچی قرار بود بریم. رفتیم دیگه. بله همونطور که ویدیوی ماینکرافتی امروز رو دیدید تصمیم گرفتیم توی بعضی از ویدیوها ما بله کامنت های کامنت یه مدت گوجی برامون میخوند. نگاه کن ببین چجوری میره. بک فایر هم شنیدی؟ بله بک فایر. شما برون من نوچن کامنت بابا اینجوری عزیزان میرن. رو کیلومتر رو بخونم. نگاه کن. جان من کیلومتر رو نگاه کن. جواد جان عزیز. تو کدوم ویدیو؟ من شبیه تصادف آنلاین که دیروز گذاشتیم 63 قسمت 63. بله جواد جان عزیز
20 ساعت پیش کامنت گذاشته امروز چه روز پربرکتی بود. کلی ویدیو بله، دیدیم. دیروز 5 تا برادرای ویدیو ویزیکس دمتون گرم. نوکرم بابا خیلی نوکرم. شده همه چیز اه. مهیا باشه. راننده رفت بیرون. همش تقصیر این جواده. جواد چی کار کردیم اما جواد؟ رفتیم تو درخت بیابون. بابا بیا. خوب داشتم میرفتم آخ، ها. گوجی آواره، گوجی در به در. من نگاه من نگاه. اجازه بده من نه ها. کنم. بابا گوجون به من میخواد میدونی چی میشه؟ نزن ها. گویا اینترنت هنوز آره درست نشده باید. حالا اوه چقدر شبیه بود این صدا رو. من که شنیده بودم یه جایی. بهش صدا خیلی شنیدی؟ آشنایی بود برای صدا من. خیلی آشنا بود. یه بار دیگه بزن. به دور بزن. دوستان چجوری من میتونم از اول شخص دارم میزنم انشالله بچه ها الان میایم دن میکردم خدمت. بله خوب خوب شد. یه دونه گوجی بزن دور. وایسا بده من. چقدر صدا آشنا بود و وایسا بیاین بچه ها بیاین بریم. نه این نه. وایسا نه اون نه، یکی این نه. آشناتر بود. وایسا بهتری که چقدر شبیه پدافنده. آقا بریم. خب برو بریم بشینیم داخل ماشین. ادامه کامنت ها رو براتون. اون افتاد کلش افتاد. کلاش بریم. بله جواد جان عزیز نوکرم، مرسی برای آقا، این این من کامنت. سعی میکنم راه بده این راه نمیده. دستی برو. دستی بالا بود. چرا الکی جو میدی؟ آها بله جواد جان عزیز مرسی برای این کامنت پر انرژی. دمتون گرم. ما همیشه برای اینترنت و شما هر کاری وضعیت میکنیم. مساعد باشه ما بتونیم 7 تا 6 انشالله هر روز براتون ویدیوهای 9 تا ولی اینو 9 تا فراموش نکنید که ما هیچ وقت کیفیت رو فدای کمیت بله نخواهیم ببینید نوکرم 9 تا ویدیویی که 5 دقیقه است و کانتنتی داخلش نیست به درد ما نمیخوره، یا 20 دقیقه است 30 دقیقه است و کانتنتی داخلش وجود نداره به درد ما این نمیخوره. چیزی باید برای ارائه ویدیو داشته باشه. پس در نتیجه کیفیت مهمتر از همه چیه. مثلا ها تمام چی؟ شد بنزین تمام شد. فری جدی؟ نه خاموش شده. وقتی داری جونتو از دست میدی فکر کنم. بذار صندوق عقب داریم. من خاموش شد. آره ماشین کل. وایسا نگه دارم بعد. چی شد؟ خوبه یه جای خوب حداقل ما رو گذاشت. این چی؟ کیه داره میمیره؟ ماشینو وای دارم میمیرم. ماشین فقط ای اسکرول بگیر. خب حله. ماشینو چیه؟ وای حیف که از این چیزاست. این ببین این قبرستونو این ماشین اول چیزه ها منتها ولی نمیشه. یا اول فضی چیز رفت. وایسا. باشه بیا وای داری چی رو شبیه سازی میکنی؟ به من بگو مهدی. به من سلام. بگو. بنزین پیدا کنید بیارید. اوه چقدر صدا شبیه. وای، مهدی صدا بیا سازی بانداج کن. بزن. بانداج بنزین اینجاست. از کجا من پیدا کنم وای بیارم گوجی الان؟ تو رو خدا. پشت ماشین نداریم مگه؟ نه پترول میخوای؟ آره وای خدایا. چند تاست؟ سری حالا یه چی هست که میرسونه. واسه اینم باکی این نداره بکشیم ازش. بیا اینم باکش هم داره میکشیم ازش. بیا بریم. پره؟ آره تقریبا 20 لیتری داد بهمون خدا رو شکر. خوب داشتم میرفتم. خدای نگاه کن کیلومتر 16 شده. الان میشه 17. آره. خدایش خوب داشتم جالب بود. میرفتم. خوشم اومد یکی ازش. داره صدا میکنه این از توی قبرا. نه ها. به کیه؟ خدا او گوگوه اونو چیز گو. نکن. کیه؟
راست میگه. چی میگی؟ بودی میگی؟ کیه صدا میده؟ بشناسه به ما چه؟ ولش کن ولش. پر کن. اوه. پر کن کی گوش نشه. بریم. اوه بابا خیلی خوبه. بریم بریم آقا بریم. من که گشتم نیست پره؟ شمم نیست. بله پره همه چی. بریم بریم من آقا. داخل یه جوری میذاشت آره همه چی آماده است تکمیله. همه چی هم بیا رو به راه. بشین فیلم الان میشینم. برو بریم بریم. گاز بده. وایسا. بشین برو. واقعا رفت. بله با 1000 هزار تا تا چیز قطع و وست کردیم بالاخره بدبختی. موفق شدیم خیلی که دستی. آها فریم برو. بعد داشتی میبافتیم برمیگردیم به کامنت ها. همچنین ارفان توی پاور سفری که عزیز، داشتیم یه بله. بنزین 3 لیتر بنزین زدیم زدیم 3 لیتر یا زیاد؟ 20 لیتر 20 لیتر. 20 لیتر 20 لیتر آره، زدیم خب 20 از اون کیلومتر پیدگی. 20 هم هست 20 هم هست. نوچه آره. آقا من چند تحویل گرفتم؟ 10 ببین چند تحویل میدم به چند تحویل دادی عزیزم؟ چیز شد جاده ببین برای من آها. تازه خب. اومده. آها آره جاده برای من تازه اومده. خب برو بریم عرفان عزیز جاده. گفته که فری چی کار داری از میکنی؟ این وز خاکی برو بنداز تو جاده بله بفرمایید. بله عرفان عزیزم گفته که مهدی ثابت کردی اینترنت خوب باشه کم نمیذاری میتره کنی. نوچرم قربونت برم عزیزمی. انشالله همیشه شاکرتیم. اینترنت خوب باشه بهتره ایشالله نوکرتم. دم همتون گرم. مانکرافت عزیز گفته دمتون گرم با 5 تا ویدیو منکرفت گذاشتید. لوک چه خبر مانکرافت چه چه خبر خوب خبر؟ بفروشید فروش خوبه نوکر دوستان ببخشید من میگه صحبت که نمی‌کنم دمتون حواسم گرم. به جاده هست. 5 تا ویدیو گذاشتید که رسما جنگ رو از یاد هممون بردید. نوکرتم قربونتون انشالله برم. همیشه صلح و دلگرمی آرامش و شما آرزوی ماست. امنیت همه جای جهان حاکم باشه ایشالله. مستریچ کس نوشته گفت آیا هیچ کس بس کن تاها جان هیچ کس عزیز همون گفته نبود که که نه اون چیز برید بعدشو بگو بعد از شود خدمتتون که واقعا دمتون گرم که خیلی زحمت میکشید و ما رو خوشحال میکنید. کی از گفته؟ ته قلب دوستتون دارم. امیر نوچرم. عزیزم. نوچرم قربونت برم خیلی مخلصیم عزیزی دلی. فرید حواست هست کلی فرصت رو داری رد میکنی؟ من بابا من مستقیم بعد کیلومتر 50 شروع 50 میشه دیگه. یعنی ما این ماشین موتور خودم الان نزدیک بستیم. به 2 3 تا گاراژ دیدیم آقای اوسفری وای نستده نوچرم بابا اشکال نداره، نوچرم. بریم. پارساجا گفته پالایشگاه بریم. اون یه موضوعی داره به احتمال که زیاد فعلاً ویدیو بعدی این پالایشگاه. ایشالله بذار آره. ببینیم چی میشه اگه اینترنت وصل ها بشه اگه نه به وصل خاطر بشه. وصل شدن نمیرفتیم آره وگرنه آره ماشین تو اولویت ها نداریم هست. با بازی باحاله خب. میگه با ماشینای ایرانی هم برید اون مپو. کدوم مپو؟ درصد، مپ درصد. چیزا خیلی باحال بعد آره گوتی جان خور کن. گوتی یه خورخور کن. امیر گیمینگ عزیز گفته یه خور یه خورخور کن گوتی خورخور. قدیم به خوندن ما گیر میدونن ای بخون که بخون که الان باید الان به خور خورخور کن گوتی یه خورخور به خورخور کن دیگه که بابا. جدید کی یاد شما داده؟ گربه ها گوتی یه خب من خورخور از اون دیگه. گربه نیستم که خورخور کنم فرق داری با اون گربه ها؟ آره نژادم با اصالته دمت گرم. گوتی گارفیلد رو میشناسی؟ بله خیلی دوستش دارم گارفیلد رو. نوکرم وای سامر کار بذار. عرفان عزیز گفته عرفان جان منتظریم یه آپدیت درست حسابی فیکس بده با هم بریم متاسفانه وضعیتش زیاد خوب نیست. بعد میگو که میگو میگو که به میگو هم یکی از سمای جدیدمون هستش میگو که زنده بمان گفتن برو. زنده بمان یه
خورده هضمش سخت شد اواخر، ولی ایشالله سعی میکنیم. ببین اصلا میدونی کجاش بده؟ اونی که میمیری دوباره وسایلا میاد. وسایلا میاد یه مقدار اذیت میکنه. آره اون طبیعی تریست. کیلومتر نوشته 26. مهراد عزیز نوشته هر کی قبول داره گوجی خیلی پولیسه لایک کنه. پولیس نیستم من. چند تا بنزین داشتی؟ زندگی در کلبه. آها فیشینگ کوتیج. خیلی رفتی عقب، خیلی اون تمام شد رسما. تمام که نشد ولی کانتنت نداشت برای نداشت. باحالم بود چیز نبود، زیاد جالب نبود. گوجی جان خاموش شد. فری نگهدار این اسکا نگهدار. جالبه. دستی رو دیدی؟ عالی بود. گوجی فری شالا پترول اینجا فری پیدا میشه. وا چرا بیزارید مرحله آخرم میشه فری؟ بلکه اینجا پترولی نی هست بگردید. نه خوب هست بگردید. نیست. ببین چند کیلومتر اومدم. 30 کیلومتر گوتی داره 50 میشه. بدبخت شدیم. الان که فرستادم با پای پیادی رفتی بنزین آوردی اون موقع میفهمی. میگو که اینجا بنزین بود. وای گوجی وای. میگو که عظیم میترسیدم که پیش اومد. واسه ببینم چی داریم این پشت. از هرچی میترسید دل من سرش اینا پترول هست اومد. دیگه 5 لیتر تو این بریز. اینها چیه؟ گو داخل اینها. بعد تو بریز برای من باگه. بیا بریز بریز دیگه فری. نگهدار موسو. کلیک چپ. ای ریختی. بریز تو اینو بریز. نداره برای من. برای من داره بری که من بریزم. بیا تو اینو بریز. گوجی بیا بریز. چجوری بریزم؟ الان اوکی کلیک چپ رو فیلا. نگهدار. وای از اینجا به اونجا اصلا باگه نمیره. فری بله دمت گرم. ببین چیزه. بیا کنار من خودم بریزم بنزین. بده من. نمیشه. بنداز زمین. من خودم الان بنزین میریزم برای. بنداز زمین. یکم آب قاطیش میکنیم. نه آب نه ها. باید حتما درش باز باشه. نداره. من برم شما تا تلاش میکنید بنزین بریزید میام بنزین پیدا میکنم. گوتی داره میریزه بنزین زمین. گوتی گوجی دست داری موندم دیگه دنیا های فقط. فری. موندم. اجازه بده. گوجی من رفتم. خدا انشالله. میرم همین دور و برا ببینم چیزی پیدا میکنم بیارم. فری آی فری. چیزی نی. چیزه. چیزه فیدی دارم یه چیزایی میبینم خوشبختانه. گوجی بیا اینو هول بدیم سرازیری میشه رفت. رفتم بابا. یعنی چی دارم رفتم؟ میگردم. گوجی این سرازیریه بیا. تو دقیقه این استاری بنزین بزن. راست. من میخواستم ضربتی برم. آره البته شد دیگه. 6 سیلندر موتور اونجوری که فکر بکنی نیست فری. یه چیزایی دارم میبینم. گوتی یه هول بده اینو. که کیلومتر 20 دارم نزدیک 30 میشم فری. بله نوچدم. اونجا که پیاده روی می‌کنی. آره این ماشین چجوری هول داده میشه؟ چجوری هول بدم ماشینو؟ با مشت نداری، بیخیال شو. با مشت. چجوری مش میزد؟ تب مشت. خدایا تو رو خدا. را بیفت.
بیفت دیگه، یه خود یه را بیفت. چیزایی من دارم میبینم نه؟ منم اون چیزی که داری تو میبینی و میبینم. اینجا نقطه پیروزی ماست. آره بیا گودی بیا، تموم شد بدبختی فلاکت. البته اگه واقعیت داشته باشه این چیزی که دیدم. میگوک میتونه اسم یه هنرمند باشه. میگوک. بله. آره چیزی که داریم میبینیم سرابه. آره ها؟ بله فری بله راه هم است و دوره تو چش کار میکنی چی نیست؟ تا چش کار میکنه فری گند زد. بابا این ور نزدیکتر بود بچه ها باش برگشتمون. میگه اونوری چون نرمی یکی اینوری میرفت یکی اونوری. فری هم که در حال پیدیاره. گودی چیز دیدم. بیا دکل دیدم بیا. که به چی دردمون میکنه؟ بابا اونجا بنزین است. فری داری پیدیار میکنی؟ بله با این سرازیر اصولا باید راه بره سلطان، الان باید راه بریم. گیم با اصول کار داره آخه. وای 30 کیلومتر اومدم. صبح شد. وای صبح شد فری دیگه نیا دیگه، ما همینو ادامه میدیم. وایسه ببینه این ورا نزدیکتر یه چیزی بریم ما رسیدیم دیگه کیلومتر 50. آره ما داریم پیاده میریم دیگه. بچه شما اونجا رو برید، منم اینجا رو ببینم یه چیزی الان پیدا کنیم ببینیم اینور میتونم یه چیزی پیدا کنم من. آره به سلامتی به خوبی و تندرستی انشالله فری. بابا اینجا نزدیکتر بود مهدی. خراب شده. بچه حواستون به گشنگی تشنگیتون باشه. میمیریم فوقش. هلاک شدیم بابا. فوقش بگ. بچه شما همین راه مستقیم برید، من قول میدم اینجا یه چی پیدا کنم خب آره بیام دنبالتون، قول میدم. گل بخوره تو سرت. گل به خودیه. خسته شدم. گوجی بیا بیا. پیدا کردم. پیدا کردی؟ آره پیدا کردی؟ نمیدونم یه چی هست. پتروله؟ پتروسه. نشسته فقط گاز میده داشت پیاداشو ببین بنزین چقدر مونده. بابا تو زیاد جای زد کوفتی خب. نگرده ما بنزین بزنیم. 5 لیتر بنزین زد خب. باش اونقدر گاز داده است چیز اومده بیرون، از کابین اومده بیرون پدال گاز. اینجا ماشینمون برقیه. نه برقی که هم بالش برق- گذاشتیم باربند نیست، پنل خورشیدیه. با خورشید شارژ میشیم میریم. بابا اذیت نکنید دیگه منو. آزاده رنجگنج میسر نمیبره. بیا پترول پیدا کردم، فقط تو چی بریزیم ببریم. حالا من تو سطل بریز ببرم. قابلمه میگیرید؟ گوجی شوخی نکن، بیا یه چی پیدا کن بریزیم تو اون. آزاده رنجگنج میسر نمی باشد. فری یعنی ماشین رو میتونی بیاری؟ من میخوام ماشین الان بیارم اونجا. الان من کم موندم دارم چی برمیگردم بریزیم مسیر اینو؟ رو. چجوری برمیگردی؟ پیاده دارم برمیگردم. ماشین ماشین رو میخواد. ماشین اون وسط هست. بین من و شما ماشینه. فیلی بیا اینجا دراز بکش. شیلنگ رو بده بریزم تو حلق فیلی اینا رو. وای دوستان منتظر باشید من میرسم خدمتتون. کجا؟ بابا بیا. میخوایم چی کار خودتو؟ یه اون چیزو بده آره بیار. گالانی که پشت بده صندوقه. بیار. بیا گوجی ببین چیه برداشتی آوردی؟ ترمز دست. به چه دردی میخور الان؟ فاصله که بین من و شما هست خب اگه فاصله افتاده درسته خیلی دوره وایسا، وایسا. ولی ببین قلبمون دستی به هم بکش. دیگه نزدیکه. دستی بکش. دستی چی بکشم من؟ بچه من وای، رسیدم بله. بچه من رسیدم الان به بنزین ماشین. پر میکنم میام. حله. رسیدمش.
بریم ببینیم چیکار میکنیم، اجازه بده. ولی اگه رفتی برگشتی دیدی چند تا استخون افتاده وسط آسفالت بدون بریم که منقرض شدیم. خب خوبه که نفت در میاد بعدش. فسیل میشه نفت. بعدش بنزین میزنه میاد. آره. این پروسه نزدیک خب تا فریم داره میاد، چند ما میلیون سال طول وایسا. میکشه. کامنت بخونیم. وایسا ببینیم اینجا بنزین هست ها؟ من این همه راه کوبیدم آره اومدم. بابا چرا نباشی. اگه فاصله سوارا افتاده، لایک کنن. اگه من تافه. با خودم سردم، همه پارس سوارن ماشاءالله. تو مغز کاری گوجی هم با پارس سواره. دلم گاهی کردی. بعد بیار. گالان وای. که من با خودم سردم، اگه فاصله افتاده. بزن رو بکپک دیگه. یکی دو چیزی بزن بره رو کوله پشتی. نمیره بکپک جا میگیره. نمیشه 100%. اگه فاصله افتاده. یا بریم دیگه ما. میگه اگه من مغز دنبالمون خانم بیا. موشیکیه. بذار فری گاز بزنه، بنزین بزنه، بیاد دنبالمون جلوتر. اگه من بیا فرید مهدی. ها سردم. بابا من اگه گرم کامنت فاصله خوندنم، به من چیکار داری تو؟ افتاده. بیا بریم تا یه جایی بریم. همینو نگه میدارم. من تا اینجا میگه اومدم. سه برادر مسیفن باشن. خوراکی چرا؟ بر نداشتم برای خوردن. برگردم فرید برای به خوردن. گشنمونه فرید. آره بذار خوراکی بخورم بعد میام. ما تشنمونه. چجوری از حلقومت بالا پایین میره اونا. تکون نخورید من غذا بخورم بیام. چرا با راگلا ویدیو نمیذاری؟ اتفاقا دارم آماده میکنم، بازیاش دانلود شده، یه بازی سنگینی هم میخوام بذارم براتون، تست و بررسیشو بذاریم دیگه، ببینیم که تو سایبرپانک، حتی سایبرپانک چقدر میتونه FPS بگیره اون کوچولو. بچه‌ها چقدر غذا هست اینجا. بله دیگه انگار اصلا توی سیاره دیگه از هرچی میداریم نمیرسیم بهش. میرسم بهتون میرسم. بچه‌ها میرسم بهتون نگران نباشید. فرید ما از گشتگی مردیم هلاک شدیم. میام بچه‌ها میام. اسم راست موبایل اکسیده میگن، آها. شنیده بودم. آره منم شنیده بودم. اکسیدو شنیده بودم، انشالله که به خوشی و میمنتی. خب بچه‌ها در چه وضعید؟ وضع نابسامانی داریم. میگه که مهدی من یه میگه بازیکن که- فوتبالم، فردا مسابقه مهم دارم، میشه به دست مهدی برسه که روحیه بگیرم. رسید. روحیه بگیر. یعنی دم امروز شما بوده دیگه، گرم. دیروز نوشته بود. جدی؟ بله. آدم بردی، حالا باختی. باختی چی شد؟ چقدرم گشنم بود. مهدی خیلی داره قوی میشه، کجا قوی میشه؟ کمش نگیر، مواظبش باش. دوباره این قوی بشه. حق گفت واقعا. مهدی کن. میگو که اگه فاصله افتاده، اگه فریبرز داره میاد، تو کاری با دلم کردی. چی میگی ولی بود؟ بچه شما دارید برمیگردید؟ بله، ما داریم. بله. خب چرا؟ خب چیکار کنیم؟ حداقل فاصلمون یکم کمتر خب بشه. مستقیم برید منم میام میرسم بهتون. میگو که مستقیم چی بریم؟ راهو برید یه جا برسید منم میام چرا؟ میرسم بهتون. میگه من برسیم؟ میترسم فکر رو مهدی بده. ببازه تو راست. 100%. 100%. آره. برنده خودم. میبینید اون بیسی که الان قراره بذارم مو به تنتون سیخ میکنه، آره یعنی آره ده آره اه. یه زنده نمیمونید متاسفم. سری برنده سری قبل کی بود راست؟ یه بار شانسی برده دیگه ولی بود. برندش سری قبل راست کی بود؟ یه بار شانسی بردی. نه ببین بگو به من کی بود؟ میگو که برنده قبلی فری. سری راست کی بود؟ بگو. فری خانم ریحانه بیزیکسل نوشته فریبرز اینقدر ادعا داری 4 تا سنگ و چوب تو چستته، اینقدر ادعا نداشته باش. وای دادا عالی بودی، عالی بود. الان اصلا. وقتی این کامنت بود میگو که یه چیزایی داریم میبینیم از اون بالا از فیلم. آره یه نقطه مشخصه ازش. بچه ها دارم میام
ماشینم دیدم ماشین سربالایی بود یا سرازیری بود؟ من تشنمه ها. خب نمی اومدید وای میستادید بابا هیچی نبید اونجا. چی؟ هیچی نبید. میگو که نبیود ها. نوشتن که پشه همین پشه خالی نوشتن چی بگم؟ چرا کیلومترمون داره کم وای من دارم میمیرم. منم دارم میمیرم بچه تکون نخورید چون داره از فری جان گشنگیتون وایسا استفاده وایسا میشه. تو رو خدا وایسا آبرادیات بخوام. بده آبرادیات بده. رسیدی پیش ماشین؟ من دارم میمیرم کم کم بده دیگه آبرادیات. برید از ایشالله پشت میای. ماشین بردارید. آبرادیات رسیدیم پیش ماشین ایول من که مردم بچه اونجا بانداش هست دیگه اسپان پانسمان هست. نمیشم اسپان میشم نه همه خیر باید اسپان بمیریم. نه نمیشی. اصلا نمیشه. وای مردم نه نمردم بابا آبرادیات کو. گشتمه پشت ماشینه من گشتمه داشت بگی پشت ماشینه وای بابا گفتم وایسید اونجا دیگه داره تکون میخورید هی. گوچی گفت بابیا من کاری نداشتم آخه متی بده پانسمان بخورم. هست برو پانسمان بزن برو پانسمان هست پشت اون چیزا بود پشت اون وسایلا بود من الان بنزین رو آها میارم پانسمان هست بیا یه غلطی میکنم حالا هیل بزن باک بنزین رو باز کن درب باکو باز کن بنداز اونور این سالمون بابا سالمون چرا کادیلاکیه وای دادا. فریباز رسید بودو فری بنزین فری دارم بده، میمیرم گشنته. فری بیا. دارم میمیرم فری دارم میمیرم و فری دارم نزن بودو فری، بنزین بودو، آتیش بودو. میگیره مهدی مرد بودو. نه هستم از گشنگی مرد. مهدی سوار شو مهدی. بریم بشین وایسا اوه. بابا بیا بشین، برو، بشین. بیا. بشین آقا برو. بشین بودو تو رو خدا بودو. برو فری برو سری گاز بده بابا یه لحظه وای میستادید من میومدم دیگه این همه راه اومدید شما تا 30 رفته بودید هیچی نبود نه برو فقط برو. مهد مغمغا میشه پشه کامنت رو ببین من موقع پشه میشه نه نمیشه خیلی عالیه کامنت ها واقعا حال کردم واقعا دمتون گرم ایشالله که از این به بعد دیگه شروع میکنیم داخل ویدیو چند تا از کامنت های برتر رو با هم میخونیم تا اینجا اومده بودید بچه ها؟ اینجا اومده بودید؟ همینجا برو همینجا بودیم اونجا پترول دستی داشتن. بکشم دستی نه بابا تو داری میمیری به من چه؟ نه من اوکی من کم کم از جونم کم میشه تا یه جایی میرسم وایسا نه اینجا نه برو هر جا گفتم وایسا باشه باش برو آفه دیدی؟ برو گاز بده به این میگن رانندگی رانندگی از چالش های سخت و لحظات سختی رو داشتیم میگذراندیم واقعا. آره واقعا سر اینکه آقای اوسفلی میخواد زود برسه. اینجا نمیخوای؟ اوسفلی زود رسیدن. چیه اینجا بیا جلوتر هست بشین بهتر از هرگز نرسیدن. پر مینه بیا گوزی نرو چیز داره. نرو بچه بیا جلوتر هست ضرب بیا شانسی داره. برو گوزی بیا جلوتر چیزی هست مثل اون بیا سری تموم میشه دوباره سری بیا برو مرد برو. بشین دیگه بابا این اصلا عجله نداره اینجا من دارم میمیرم. بنزین تموم شد نه بابا بنزین پره ها. اینجا نگه دارم کی بود اینجا نگه دارم میتونم چیز برای خوردن پیدا بشه. نگهدار قطاره
مهدی تو با این آه، حسین. زیر ماشینم آی برو جلو برو جلو. بیا برو ببین چیزی برای خوردن هست. بجو تو رو خدا چیزی نخور بده من بخورم. وای بیا بشین بریم جلو بانداج وایسا. آها آها کنسرو هست. کنسرو تمامه. گوچی تو چیزی الان کمه از تو؟ تخته شاره غذا بدی. فری. تختایی که از مهدی برداشتم و برمیگردونم بهش. اوه ایول فری بذار اینو رو باربند اینو وایسا بردارم. ای وای بیان بچه ها کیلومتر 32 ما. صبر کن ببینیم دیزله. وایسا یه چی کوفت کنم. فری ببین دارم چی میارم. چیه این؟ موتور دیزل جلوتر روشنش میکنیم با هم. خورده آشغالش رو انداخته واسه من. دست دردم. واتر مهدی موتور افتاد. اشکال نداره الان برمیدارم. بچه بیان بشینیم ولش کن. رادیاتورش کو بابا اون نباشه هیچه. خوال دیدم من برم. اینم از رادیاتور فری. صداش وایسا. ببینم یه دقیقه. آها واتر این چیه؟ پترول واتر. هست بچه اونجا. دیزل از این به بعد باید پیدا کنیم. کم موندیم ما بیان بالا بریم. دیزل اینجا نی. چرا دیزل هست ولی کمه به درد نمیخوره. بیا بریم یه چیزی تو راه رستوران و چیزی. منو پیاده میکنی سفارش غذا میدم. پرده. دوستان عزیز امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبالتون نره تا ویدیو دیگه. خداحافظ.